حاجی الانت باشه حاجی، خیلی خفنی. ما توی سال 1966 هستیم. سوار تویوتا آقا، یعنی کیوت ترین کالسکه دنیا رو واسط موجود کردم. تنها نسخه پلاگ ملیشه. اگرم دوست داشته باشین میخوایم بریم با یکی از کاسبای به نام عباس آباد بچه ها رو دور بزنیم. بریم بچه ها بفرمایید. خوش اومدید. بریم دور بزنیم. شایان تو که این همه ماشین خفن سوار شدی، نظرت راجع به این ماشین چیه؟ 1966 واقعیت خیلی صاحب خوش سلیقه‌ای داشته و اینکه بله واقعا بی‌نظیر و اینکه واقعا خیلی ماشین نوستالژیک بی‌نظیر و خیلی هم تمیز جمع شده. آقا به عقبی‌ها خوش می‌گذره؟ فرستین تاک آباس هم داره از آسمون داره میاد یه سهوری. ببین با بودجه 3.5 میلیارد اگر تو بودی این ماشین رو می‌خریدی؟ قطعا کسی که دنبال ماشین کلاسیکه حتما این ماشین رو می‌خره. شاد و غزل خون می‌رویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران می‌رویم. هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می‌رویم. داری می‌بینی که ما با جمع یارون می‌رویم.